یک سوالی گیومتری کار کنیم از موافقت ها، یعنی موافقت ها چی بودن؟ 4 سوال، یعنی 4 شق در طرف چپ داده می شود و در طرف راست 5 نمود جواب، یکی از جواب ها نادرست. این سوال درباره مساحت های سه‌گونجا می باشد. در اینجا هر یک کتک با 1 سانتی متر کواdraتی برابر است. ما باید مساحت هر یک سه‌گونجا را یافته موافقت کنیم. پس از کار کردن باید بیاین به خاطر بیاریم مساحت سه‌گونجا چقدر یافته می شود. یک سه‌گونجا را اگر در اینجا کشیم، کلونی اومده کشیدیم و برای یافتن مساحت سه‌گونجا ما همه وقت باید بلندی داشته باشیم. بلندی با اساس همه وقت به 90 گرادوس، یعنی پرپندیکولار باید باشد، 90 گرادوس باید باشد. و بلندی را اصلا با اش نشان میدیم و اساس رو، یعنی شرط نیست که اساس رو نشان میدیم. اگر از اساس را درازی پایان و کجا بلندی میفرد اونجا اساس میشود. اینا هم با حرف اشاره کنیم، با ا بگذار. و مساحت سه‌گونجا را ما میتوانیم 1/2 ضرب اساس ضرب بلندی، یا اینکه با شکل کوتاه اش ضرب اش تقسیم 2 نوشته میتوانیم. این هم اساس سه‌گونجا. در اینجا که هر یک کتک 1 سانتی متر کوادراتی است، بیاین حساب کنیم. در اینجا میتونیم که 1 2 3 4 اساس 4 سانتی متر کوادراتی و بلندی 1 سانتی متر کوادراتی است. یعنی مساحت این سه‌گونجا به چه برابر می شود؟ 4 ضرب 1 تقسیم 2، یعنی به 2 برابر می شود. از جواب ها به دویمش موافق است. دویمش اساس 1 2 3 4 کتک و بلندی 2 کتک، یعنی 4 ضرب 2 تقسیم 2، این به 4 برابر می شود. از جواب ها این به سوم موافقت می کند. سومش اساس به فکر همش 4 است، 4 کتکی است. 4 کتک بلندی 3 کتک 90 گرادوس نشد. خیلی مقصد فهمیده. باید 3 کتک 4 ضرب 3، یعنی 4 ضرب 3 تقسیم 2، این به 6 برابر می شود. دیگر رنگ رو انتخاب کنم. 6 این همونجا برابر شد، یعنی تک به تک رفته ایستاده است، خشوع رفته ایستاده است. و آخران اساس 4 سانتی متر و بلندی هم به اومد راست نشد. بیاین راست کنیم، یک خط انتخاب کنیم، راست شد، یعنی 90 گرادوس پرپندیکولار باشد. و این چی می شود؟ 4 ضرب 4 تقسیم 2، یعنی به 8 برابر می شود. یعنی چطوری که می بینید جواب ها قطعی استریلکا ها خشوع رفته ایستادن. یعنی یک جوابی موافق نمی کردگی این یکم است. یعنی از اینجا جواب ها به چی برابر می شود؟ ا به دویم دایره ب به 3 و C به 4 D به 5. باید دایره رو اشاره کنیم.